خب سلام دوباره. این دفعه توی این اپیزود میخوام نور رو بیشتر کنم چون صفحه وی اس کدم تاریک. بذارین اینو ببندم. توی این اپیزود قراره جدی بریم سراغ کد نوشتن. اول از همه کاری که باید بکنید یکی این که سرچ کنید VS کد. جایی که قراره توش کد بنویسیم اسمش هست VS کد، ویژوال استودیو کد. برای ویندوز یا مک یا هر پلتفرم، هر چیزی که دارین دانلودش میکنین و اینستالش میکنین که فکر میکنم چه نور بدی. حالا فکر میکنم بلد باشین این اینستالیشنش رو دانلودش میکنین و اینستالش میکنین. خب من اینجا وی اس کدم رو باز میکنم. این فضاییه که بذارین من اینو ببندم. ای بابا remove folder from workspace بسته شد. اینم میبندم. خب دارم میبندم. وی اس کد شما یک همچین شکلی باید داشته باشه. اینجوری یک بخشی داره به اسم extensions. اینا اکستنشن هایی که من آلردی نصب دارم. این یکی شما هم میتونید اینجا اکستنشن رو دانلود کنید و از اینجا حالا مثلا من اینستالش میکنم، شما اینستالش میکنید. اینستالینگ رو میزنین و خود به خود اینستال میشه. اینستالینگ الان فکر میکنم نتم اونقدر قوی نیستش که اینو الان اینستال کنه. چرا؟ اینستال شد. آتو کلوز تگ میفهمین به چه دردمون میخوره، ولی برامون اتوماتیک تگامونو میبنده. رینیم تگ اتوماتیک میذاره ما اینو عوض میکنیم، اون یکی دو قلوش هم عوض میشه. براکت پر کالریزیشن رنگی میکنه که ما بفهمیم کدوم پرانتز یا براکتی که باز کردیم بستش کجاست. شاید مثلا 10 تا ما باز کردیم 10 تا بستیم، ببینیم هر کدومش کدوم یکیه دیگه. کد رانر که واسه ران کردن کد، اسپل چکر، خیلی ایناها خیلی مهم نیستن. من پیشنهاد دادم این ستای اول. جاوا اسکریپت هنوز نیاز نداره. این لایف سرور و پرتیر از همش مهمترن. شما لایف سرور رو نصب کنین، پرتیر هم همینطور. ببخشید. و به جز اون فکر نمی کنم دیگه چیزی لازم نیستش. همین 4 تا: براکت پر کالریزیشن، آتو رینیم تگ، آتو کلوز تگ و دیگه چی رو گفتم؟ لایف سرور رو نصب میکنیم. خب من اینو بیارم داداش ماشین رو بیارم این پایین که تو دست و بالمون نباشن. میایم اینجا. خب من یه فولدر میسازم توی رندوم جانکم. اسم فولدر رو کو نیو فولدر لازم نیست اینجا. نیو فولدر اسمشو میذارم کورس فولدر مثلا. میریم توی کورس فولدر. خب توی حالا اینجا اوپن فولدر رو میزنیم و توی رندوم جانک کورس فولدر رو اد میکنیم. یس. اینجا که باشیم میبینید که کورس فولدر اینجا اد شد. حالا اینجا توی نیو فولدر کلیک راست میکنم، نیو فایل رو مینویسم. اولین فایلی که ما میخوایم بسازیم هست index.html. یک فایلی که HTML داره. بچه‌ها HTML ساختمان سایت رو تشکیل میده. CSS میتونیم اینجا یه دونه فایل دیگه بنویسیم، اسمش رو بذاریم style.css.
بچه‌ها ایندکسمون HTMLمون ساختمان سایت رو تشکیل میده، استایلمون استایل سایت رو تشکیل میده که ما رنگ میدیم، بوردر میدیم، زاویه میدیم، کارهای مختلف رو با استایل دادن بهشون انجام میدیم. با HTML ساختمان سایت رو میسازیم، یعنی مثال میزنم. حالا الان بهتون یاد میدم. پلن اینه که اول HTML و تگ هاش رو یاد بگیریم و بعد بریم توی استایل CSS شروع کنیم به استایل دادن بهش. خب بچه اگه یه دونه علامت تعجب اینجا بزنین و روی همون اولین چیزی که براتون میاد کلیک کنین، یک فایل خام HTML براتون میسازه. خیلی مهم نیست که این چی میگه و ما کم کم یادش میگیریم. زبان رو برامون تعیین میکنه که ما میتونیم بذاریم fa/ir که بگه که آقا لنگویج ما فارسی ایرانه. این تگ ویوپورت به ما کمک میکنه برای ریسپانسیو شدن. تایتلمونم من میذارم کورس شاپ، چون ما قراره یه شاپ بسازیم دیگه. مثال کورس شاپ. خب یه تگ بادی داریم که کل چیزی که ما قراره ران کنیم و بعد ببینیم توی این تگ فولدرم، توی این تگ بادی مونه. بچه به هر کدوم از این عناصر HTML که یه تگی هن که اینجوری باز میشه و با یه دونه اسلش وسطش بسته میشه میگن تگ. به چیزایی که توی تگ قرار میگیره، مثلا اینجا نیم و کانتنت عواملی هن که توی اون تگ قرار گرفتن. به اینا میگیم اتریبیوت، یعنی اینکه هر تگ یه سری اتریبیوت متفاوت داره که میتونه بگیره، که کم کم یاد میگیریم که هر تگ چه اتریبیوتایی میگیره و چه چیزایی رو ما میتونیم باهاش توی اون تگ از اون تگ استفاده کنیم. خب قرار اولین برنامه و اولین چیزی که توی سایتمون هست بنویسیم. بچه من روی این index.html کلیک راست میکنم. شما اگه من باید ویس کد رو یه بازو بسته بکنم که اکستنشن هم ران شه. اکستنشنی که جدید چیز کردم، این فایل index.html رو شما یه کلیک راست بکنین، یه گزینه open live باید داشته باشه. open with live server open with live server رو که بزنیم سایتمون به صورت لایو اینجا ران میشه. ما نمیخوام واسه دانلود چیزه ویس کد که به شدت هم سفیده که ما میتونیم بک‌گراندش رو عوض کنیم که یاد میگیریم چجوری. اولین کاری که میخوایم بکنیم، اولین تگی که قرار از HTML یاد بگیریم تگ پی. تگ پی چیه؟ پی مخفف پاراگرافه. با تگ پی ما میتونیم توی سایتمون نوشته بذاریم. من اینجا یه دونه از این علامت‌های کوچیک‌تر بزرگتر باز میکنم، می‌نویسم پی، میبندمش. به خاطر اکستنشن آتو کلوزی که نصب کردم داداشش رو از اون ور با بستنش چیز میکنم. من این وسط مینویسم hello ای بابا hello world. حالا میریم توی سایتمون، میبینید که اینجا hello world اومد. شما اولین وبسایتتون رو نوشتین، اولین چیزی که توی وبسایتتون نمایش دادین و ازش استفاده کردین اونم هست جمله hello world توی وبسایت ما. خب حالا باز نورمان کم شد، نورمون زیاد میکنیم دوباره. خب تگ hello world رو یاد گرفتیم. مهمترین تگ HTML تگ به اسم تگ div که فکر میکنم از دیواید میاد، مطمئن نیستم. تگ دیو برای ما بخش هایی رو جدا میکنه از بقیه عناصر. یعنی ما ممکنه 20 تا تگ دیو داشته باشیم که هر کدومش یه تیکه ای از سایتمون رو تشکیل بده. میتونیم بریم توی سایت دیجیتالا. من اینجا یه دونه این بچه‌ها شما توی هر سایتی باشین کلیک راست کنید و اینسپکت رو بزنین. این سایته میتونین اینجا توی این کدای اینجا بذارید من بیام این وسط، کدای اون سایت رو ببینید. این کدای اون سایت من اینجا میتونم مثال میزنم، میخوام از این منوی اینجا اینسپکت بگیرم.
می‌نویسم اینسپکت، اینجا به ما نشون میده که اون چیز می‌بینین از دیو استفاده کرده، باز 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 از دیو یه عالمه دیو توی هم دیگه، هر کدومشون تیکه تیکه تیکه. می‌بینید اینجا داره آبی میشه. ببینین این دیو اولیه، این دیو مادرش که بذارین بازش کنیم، کوچیکش کنیم. دیو مادر اینه، داره کل اصلی اون دیوه. یه دیوایی توی اون دیوه که یکی یکی عناصر توی اون دیو رو همینطور که میبینین از بالا داره هی آبی میشه. اینم تگ بسته اون دیوه. استایل CSSش هم حالا میفهمیم چیه. این پایین میتونین ببینین که مثال میزنم، من بک‌گراندش رو خاموش کنم، اینجا رنگ این بک‌گراند عوض میشه و اگه رفرش کنین دوباره به حالت عادیش برمیگرده. مثلا بوردرش رو خاموش میکنم، میبینین بوردرش داره خاموش میشه. نمیدونم بک‌گراند باز این چیه، کجاست، تغییری نمیبینم. بازم میتونیم، نمیبینم بازم کجاست، ولی یه ریفرش که بکنیم به حالت اولش برمیگرده. همین تگ دیو پس تگ جدا کننده است. خب بیایم اینجا، بیایم یه سری تگ دیو رو با هم یاد بگیریم. یه سری تگ های HTML رو با هم یاد بگیریم. یاد گرفتیم یکیش دیوه. بچه توی تگ دیو شما میتونید دوباره همون hello world رو بنویسید و این hello world دوباره اینجا میاد و توی تگ دیو شما میتونید تکست هم بنویسید. ولی حالا واسه مسائل SEO که بعدن یاد میگیریم شما تگ پی بنویسین بهتر. خب چه تگ های دیگه ای به جز هلو؟ من این رو کامنت میکنم. بچه کامنت کردن یعنی کد رو به شکلی در آوردن که کامپیوتر نمیتونه بخونه. من کنترل رو با اسلش اگه بگیرم که علامت سوالم یا باش ضبط میکنم، فکر میکنم با این کامنت کنم. بچه من اینجا یه دونه اسلش بزنم، فکر میکنم با. خب بچه ها سلام، من کمیسم. ادامه ویدیو رو میخوایم با هم داشته باشیم که توی ویدیوی قبلی که البته احتمالاً برای شما یه ویدیوه، من اینجا مونده بودم که کامنت کردن توی HTML چه شکلیه و با CSS و جاوا اسکریپت اینو قاطیش کرده بودم که کامنت توی HTML این شکلیه، یه علامت بزرگتر، علامت تعجب، 2 تا دش، اون طرفش هم 2 تا دش و یه علامت کوچیک‌تر. که من الان اینجا اینو از کامنت در میارم و همونطور که میدونین توی سرور لایوی که باز کردیم داره نمایش داده میشه. خب ادامه آموزشمون رو بریم. دیگه چه تگای مهمی وجود داره که ما باید یاد بگیریم؟ بچه‌ها اینا به خاطر این سبزه که من ریپوزیتوری گیت هابی رو به اسم کورس وصل کردم بهش که شما بتونید به کدا دسترسی داشته باشین و بعد بهتون یاد میدم که چجوری به کدا دسترسی داشته باشین. ما hello world توی دیو یاد گرفتیم. تگ دیگه ای که یاد گرفتیم تگ پیه که اینجا بچه‌ها من بنویسم لورم 10 تب رو بزنم، یه جمله 10 کلمه‌ای چرت و پرت برای من میسازه برای آزمایش. همینطور که می‌بینید اینجا اومده برای من. خب چه تگ دیگه ای باید یاد بگیریم؟ یه تگ دیگه که مرتبطه با اینا بچه‌ها تگ h1 یا تگ هدره که من یه لورم 2 اینجا میزنم. همینطور که می‌بینید به شکل یک تایتل بولد و بزرگ اینجا داره برای من نمایش داده میشه که من میتونم یک دو بچه‌ها تگ H2 هست، تگ H3 هست، تگ H4، تگ H5 و تگ H6. میتونین اینجا به ترتیب ببینیدشون. خب چه تگ دیگه ای مهمه که یاد بگیریم؟ بچه تگ مهم دیگه ای که باید یاد بگیرین و خیلی هم پرکاربرده تگ A. بچه من اگه A خالی رو اینجا بنویسم و بعد تب رو بزنم اینجا برای من تگ رو جنریت میکنه. شما خالی هم میتونین تگ رو بنویسین و بعد همونطور که گفتم اتریبیوت های توش رو بهش اضافه کنین. اتریبیوت مهم تگ A href، یعنی لینکی که ما به تگ A میدیم. تگ A تگ لینکه. من بهش میگم برو به سایت www.digicala.com یا .ir. میتونیم بریم ببینیم .com. بله چه اتفاقی میفته؟ من اینجا توی سایتمون
هنوز ننوشتم که توش چی باشه. توی تگ ای ما اینجا می نویسیم مثلا لینک سایت دیجیکالا. بله اینجا برای ما اومد آبیه، روش کلیک میکنم cannot get. بذارین HTTPS اولش مهمه. من اینو پیست میکنم با HTTPS، برمیگردیم روش کلیک میکنیم. فکر کنم سیو نشده هنوز، یه کنترل اس میزنیم، دوباره میایم روش کلیک. بله دیدین اومدیم تو سایت دیجیکالا. حالا همونطور که میبینین توی همین تب باز کرد. شاید ما بخوایم بگیم که آقا برو یه تب دیگه، سایت ما رو که نبند. اینجا یک اتریبیوت دیگه بهش اضافه میشه به اسم تارگت برامون گذاشته. ما میتونیم اگه ما بلانک رو انتخاب کنیم و بعد برگردیم تو سایتمون و روی لینک دیجیکالا کلیک کنیم، میبینید که یه تب جدید برای ما باز میشه. میبینید میایم داخل یه تب جدید و وارد سایت دیجیکالا میشیم. خب دیگه چه تگ دیگه باید یاد بگیریم؟ تگ بعدی که باید یاد بگیریم که بازم خیلی کاربرد داره، تگ ایمیج، تگ img. همونطور که میبینین بس نبستش. چرا؟ چون تگ img برخلاف تگ a، تگای h1 تا h6 و تگ div و خیلی تگای دیگه که یاد میگیریم تگ بسته نداره. یعنی ما همچین چیزی ابداً چیو بستی داداش؟ داره HTML رو میبنده. چیکار کردم؟ اومد HTML رو بست. تگ img بله یه دونه اینجا اسلش بزنم اون میاد برای من اصلا بادی رو میبنده، اصلا حتی نمیخونه که ما img رو ببندیم چون اصلا تگ img بسته نداره. اتریبیوت مهمش سورسشه که این اکثر از کجا. من از قبل اومدم یه عکس اینجا دانلود کردم، اسمش رو گذاشتم هورس. این دو تا دیگه رو میتونیم دیلیت کنیم، خیلی مطرح نیست، چیز مهمی نبودن. خب یه عکس هورس داریم اینجا، میتونیم بازش کنیم. بله یه دونه اسب بامزه. من اینجا توی سورس می نویسم، چون که توی همین پوشه ایم فقط کافیه بنویسم horse.webpack. بعد بریم تو سایتمون. بله اسب قشنگو برای ما آورد. حالا میبینین که سایت لینک دیجیکالا و این عکس توی یه خط قرار گرفتن. ما ممکنه این رو نخوایم. بچه تگ دیو یک بلاک جدا میسازه. این تگای h1 تا h6 میبینید که هر کدومشون یه بلاک رو در بر گرفتن و اینجوری نیستش که این جلوی این باشه، این باز جلوش، باز جلوش، باز جلوش. هر کدومشون یه بلاک رو به خودشون اختصاص میدن. از این سو ما اگه بخوایم لینک و img در یک بلاک جدا باشن، من لینک تگ ایمون رو کپی میکنم، یه دونه تگ دیو میذارم، توی تگ دیومون لینک رو میذارم. ببینین اومد اینجا و این عکس هم اومد اینجا. حالا سایز این عکس خیلی بزرگه. اول اصلا اینو بگم، یک اتریبیوت دیگه ای هم که img داره که خیلی مهمه، اتریبیوت alt. کدوم؟ اتریبیوت alt. بچه توی alt من میتونم یک دونه توضیح بدم، اسب خندان، یه توضیحی بدم در مورد اینکه اون عکس چی داره که اگه یه وقت عکس لود نشد این نوشته جایگزینش نشون داده بشه. دو تا اتریبیوت دیگه که ما برای img میتونیم در نظر بگیریم که بعداً توی استایل هم میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی فعلا اینجا بهتون میگم. طول و عرض عکسه. طول به انگلیسی میشه height که من مثلا میگم 250 پیکسل. عرضم میشه width که من بازم میگم 250 پیکسل. که عکس اینجوری برای ما کوچیک کنه که هرچند ریشیوی عکسمون درست نبود و این فکر کنم عرضش مثلا 450 باشه منطقی تر. بله اینم از این. دیگه چه تگ مهمی هست که ما یاد بگیریم؟ بذارید من به نوت هام مراجعه کنم. تگ img رو یاد گرفتیم، تگ h1 رو یاد گرفتیم. یه سری استایل دم دستی تر که میتونین استفاده کنین توی تگ ها داخل خود HTML و هنوز وارد CSS نشیم. مثلا برای تگ P ما میتونیم بنویسیم استایل، بعد مثلا فونت سایز خودش برامون میاره، فونت سایز لارج مدیوم فلان و اینا، و بعد واحدهای اندازه‌گیری که با کم 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 همشون رو یاد میگیریم. فعلا میگم 50 پیکسل مثلا برامون اینجا سایزش آورد 50 پیکسل که من میکنمش 5 پیکسل که خیلی تو دهنمون نباشه.
خیلی کوچیک شد. میکنم 15 پیکسل. اوکی 15 پیکسل منطقیه. میکنم 25 پیکسل که متفاوت باشه با بقیه. خب آره لزوما الان لازم نیست استایلا رو درست حسابی یاد بگیریم. قراره به زودی درست به استایلا بپردازیم. الان بیشتر میخوایم روی HTML تمرکز کنیم، روی تگ های HTML، چون همونطور که میدونین بچه‌ها HTML ساختمان ما رو تشکیل میده. تا الان شاید متوجه شده باشین که فرق HTML و CSS چیه. HTML داره المان ها رو میکاره. یک h1 اینجا وجود داره، یک لینکی اینجا وجود داره، یک img وجود داره، ایمیجی وجود داره، یک p وجود داره، یک div وجود داره. همه اینا رو HTML داره تعیین میکنه. اینکه اونا چه شکلی باشن رو ما به زودی یاد میگیریم که توی استایل CSS مون بهشون استایل بدیم، بهشون بوردر بدیم، بهشون اندازه بدیم، بهشون رنگ بدیم. همه اینا رو کم کم با هم یاد میگیریم. اصلا عجله‌ای نداشته باشین. خب یک چیز دیگه، بیاین ما یه تگ پی دیگه میسازیم. یک لورم 20 توش داره. بذارید بچه اگه پرتیر اکستنشن پرتیر رو که بهتون گفتم نصب کرده باشین و اینجا شیفت آلت و اف رو بگیرین، کداتون رو براتون مرتب میکنه. ببینید کدا رو برام زیبا و مرتب کردش. خب بچه ها من شاید بخوام از اینجا الان همینطور که میبینین این پایین یه خط صافه، شاید من بخوام بگم اینجا برو خط بعدی دیگه، میخوام یه اینتر بزنم. اگه من اینجا اینتر بزنم به نظرتون اعمال میشه؟ نه هیچ فرقی نکرد. باید چیکار کنم؟ باید اینجا یه دونه تگ بذارم به اسم BR و بعد ببندمش. حالا میبینین که رفت خط بعد. BR یعنی بریک، خطو میشکنه و مثل تگ IMG تگ بسته نداره. اگه من بخوام یه تیکه از متن رو جدا کنم، مثلا این کلمه سلوت ها رو بخوام رنگش رو عوض کنم، یه تگ باز میکنم به اسم اسپن. اسپن یعنی جدا کننده. فرقش با دیو چیه؟ دیو هم که جدا کننده بود. ببینین الان تغییری ایجاد نشد. چرا؟ چون تگ اسپن باعث نمیشه که اون تیکه‌ای که جدا کردیم یک بلاک جدا بشه. بیاین تست کنیم با هم. من اینجا به جای اسپن میکنم دیو. ببینیم چه اتفاقی میفته. دیدین این سلوتا جدا شد و توی یک بلاک مختص به خودش قرار گرفت. ولی تگ اسپن باعث میشه که ما چیکار شد؟ دوباره تگ اسپن باعث میشه که خط ما نشکنه و ما بتونیم به راحتی یه چیزی رو جدا کنیم. اینجا من به این تگ اسپن یه استایل میدم، مینویسم فونت کالر. کالر خالی فونت نداره، کالر مثلا همینجا بلو مثلا. حالا اینو کم کم یاد میگیریم، زیاد الان به این دقت نکنین، ولی همونطور که میبینین تونستم یه تیکه از متن رو جدا کنم و انگار هر کاری دلم خواست باهاش بکنم. بعدن ممکنه بخواین اونجا رو لینکش کنین، اون کلمه رو ممکنه بخواین هزار تا کار دیگه بکنین. اونجا همه اونجا باید از تگ اسپن استفاده کنین و بعد توی تگ اسپن لینکتون رو بذارین که توی یه خط بمونه. شاید شما بخواین یک عکس رو لینک کنین، شاید نخواین که لینک جدا باشه عکس جدا باشه. اینجا کاری نداره. من اینجا تگ A هم رو دوباره باز میکنم، hrefش رو دوباره میتونم بذارم همون سایت جیکالا. توی داخل تگ A یه تگ img باز میکنم، یعنی داخله، یعنی قبل از بسته شدن تگ A یه دونه تگ img باز میکنم و سورسش رو میذارم همون هورس عزیزم. چرا نمیگیره؟ هورس داد ببین. الان اینجا دوباره این باز شد و همینطور که میبینید لینکه که ما دوباره بیاین اول از همه چیکار باید کنیم؟ یه دوره میکنیم با هم. سایزش رو میخواستیم کوچیک کنیم، یه ویدث بهش میدادیم. مثلا اینو میکنم 30 پیکسل، میخوام کوچولو باشه. هایتش رو هم میدیم 15 پیکسل مثلا. و یه آلت داشت که میذاریم لینک اسب دیجیکالا. خب الان ما یه دونه عکس کوچو خیلی کوچیک شد. اینو میکنم 100 پیکسل، اینو میکنم 150 پیکسل. خب حالا
آره دیگه چی داشتیم بچه ها توی لینک؟ یه چیز دیگه هم داشتیم، تارگت. تارگتمون گفتیم بلنک که چه اتفاقی بیفته؟ من روی این لینک کلیک کردم بریم توی یک صفحه دیگه. درسته؟ آفرین. پس یه مروری هم شد از اینکه چیا یاد گرفتیم. شیفت و آلت و اف رو میزنیم که کدامون مرتب بشه. همین. خب یک عنصر HTML دیگه میخوایم یاد بگیریم. بچه من از اینا خسته هستم، خیلی روی مخمن. من اینا رو کامنت میکنم. علامت تعجب دش و این تیکش رو میذاریم این ته. خب که بله نگاه میکنیم سایتمون خالی شد. خب چیز جدیدی که میخوایم یاد بگیریم با هم، تگ جدیدی که میخوایم یاد بگیریم، تگ به شدت کاربردی و آسونیه. تگ تیبل یا تگ جدول. اینجا من یه دونه اینجا تیبل رو میزنم. بچه ها بذاریم ما تب رو بزنیم ببینیم خودش چی بهمون میده. یه دونه تگ تیبل عادی. ما هیچی برامون نمیاره چون ما هنوز محتوای تیبل رو مشخص نکردیم. تیبل رو به انگلیسی ردیف میشه رو. تیبل رو TR. میخوایم ردیف جدولمون چند تا ردیف داشته باشه؟ من میگم 3 تا. ردیف 1، ردیف 2، ردیف 3. هنوز هیچی اینجا نمایش نمیده چون هنوز توی اون ردیفامون هیچی مشخص نیستش. درسته؟ ردیف اول قراره هدرامون باشه. پس ما چی می نویسیم؟ می نویسیم تیبل هدر. چند تا تیبل هدر داریم؟ 3 تا، یعنی 3 ستون داریم. میخوام بنویسم مثلا نام خانوادگی و مثلا محل تولد. ببینیم الان چی داره به ما نشون میده؟ بله، محل تولد، نام خانوادگی. از اونجا که جهتش هنوز به سمت فارسی نیست و راست به چپه، دیرکشنش رو اینجا بیاین با هم. اگر الان نمیفهمین اصلا اشکالی نداره، صرفا بخوایم که این درست چیز باشه اینجا یه دونه دیرکشن میسازم، مینویسم right to left که اومده این زیر. نام خانوادگی و محل تولد. من خودم رو میذارم این. البته بازم نمیتونم چیز خوب زیادی ببینم. پس بیاین به جای اینکه استایل رو به کل سایت بدیم فقط به جدولمون بدیم که فقط جدولمون رو از راست به چپ داشته باشیم. بله. خب نام خانوادگی و محل تولد. حالا محتواها میشه دیتای جدول. پس می‌نویسیم TD. 3 تا TD داریم. ردیف اول از همه نام سارا، نام خانوادگی نداف، محل تولدم مشهد مثلا. دروغه ولی خب جهت حفظ ذره امنیت سارا نداف مشهد. همینطور که میبینین اومده سمت دقیقاً هم شروعش یکیه با جایی که نام خانوادگی شروع شده، از یه جا هم شروع شدن، یعنی وسط نیستش. باز بعداً یاد میگیریم که چجوری بیاریمشون وسط. دوباره این رو به جای سارا می‌نویسیم یوسف، شفیعی، مثلا تهران. حالا برای اینکه متفاوت باشه. این شد جدول ما. چرا بوردر نداره؟ چرا این شکلیه؟ چرا هیچی نداره؟ چون هنوز استایل بهش ندادیم. ولی صرفاً یاد گرفتیم چجوری یک جدول بسازیم. همین. اگه من این استایل رایت تو لفت رو بردارم میبینیم که چه اتفاقی میفته؟ جدولمون تپه میشه. همین. به خاطر اینکه زبان سایتمون انگلیسیه و من اینجا زبان سایت رو فارسی ایران کردم. نمیدونم چرا کار نکرده ولی بعداً به اونم میرسیم. خب جدول به همین آسونی یاد گرفتیم.
اصلا هم دیدید که کاری نداشت. میتونید برای تیبل یک دونه کپشن داشته باشین. مثلا من توی کپشنم می نویسم مشخصات، میاد اون بالای جدول. چیز بعدی که میخوایم یاد بگیریم لیستان. بچه لیست ها هم مثل تیبل خیلی کاربردی هستند. یک لیستی داریم به اسم UL و unordered list، چون اون یکی دیگهش ordered لیسته. بچه UL unordered list چیزای محتواش یک سری تگ به اسم با li که همون لیسته. من می نویسم مثلا بازم میتونم مثلا نام، نمیدونم واقعا، نام خانوادگی و مثلا چه میدونم شهر، چرت و پرت، که فقط ببینیم این شکلی با یه نقطه اولشون داره نشون میده که باز با هم یاد میگیریم این نقطه ها رو چجوری عوض کنیم، اینا رو چجوری عوض کنیم. اگه من همین رو ordered list بذارم، اصلا بیاین همین رو کپی میکنیم، پیست میکنیم، به جای UL میذاریم OL. کیوردمون فارسیه. ordered list 1 2 3 ادامه بدم 4 5 6 همینجوری میره جلو. یه نوع لیست دیگه هم داریم به اسم این هنوز او ordered list. یه دونه لیست دیگه هم داریم به اسم description list که همینطور که دیدیم اینجا من به جای OL دوباره کپی پیست، به جای OL میذارم، چرا این شکلی شده؟ گیج شدم. این باید اینم باید ببندیم. خب یه کنترل شیفت اف میزنیم که یکم کدامون مرتب شه. بله، به جای OL گفتم میذاریم DL description list. ببینیم که چه اتفاقی افتاد واسه کدمون. اتفاق خاصی نیفتاد، ولی اینا اومدن این اول. چرا اتفاق خاصی نیفتاد؟ چون هنوز ما توش li داریم، ولی محتوای description list فرق میکنه. من اینجا به اینا رو پاک میکنم، توی DL مون میذارم description data یعنی DT و بعد مثلا میذارم نام و بعد description، اون description title بود، این description data که میذارم نام سارا. دیدید نام میاد اینجا، سارا میاد این پایین. من اگه اینجا جای نام یه دونه مثلا دش بذارم که یکم خوشگل تر شه، این شکلی میشه نام سارا. همینو اگه من کپی پیست کنم، همچنین میتونیم یه دیدی دیگه هم داشته باشیم، مثلا یوسف. حالا همین رو من کپی پیست پیست پیست، ببینیم که بذارین من اینو بزرگ کنم، ببینیم که این شکلی، ببینیم لیستمون این شکلی میشه با یه دیسکریپشنی داره. خب یه کنترل شیفت اف میزنیم کدامون مرتب شه، ایناها رو کامنت میکنیم، کامنت رو میاریم این پای. بله خب میخوایم وارد یه بخش جدیدی بشیم از HTML که به شدت با اهمیته. اونم بخش تگیه به اسم تگ form.